درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 63. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب هفتم، باب پنجم. برای آنکه با خودم تنها بمانم، من این را انیق می دانم هیچگاه وقت پیدا نخواهم کرد. علاوه بر این، در این مسئله من یک پهلوی دیگری پوچ و بی‌معنی را می بینم. البته من با شما مناسبت دوستانه دارم، زیرا که سزاوار آن هستید، در حالی که این افرادی که مرا احاطه کرده اند بجز یک دو نفرشان دیگران را نمیشناسم. در همین حال روحیه همه‌شان بر آن میل دارد و کوشش میکنند شمایان را به قفا گذاشته اول خودشان قانع گردانیدن خواهش‌هایشان را از جانب من به جا آورند. اما من همیشه گمان داشتم که این گونه خواهشمندان اگر با من یگان کاری ضروری داشته باشند باید اول به شما دوستانم مراجعت نموده خواهش کنند که برای واخوری مساعدت نمایید. البته آنها می توانند بگویند که چرا من از اول چنین ترتیب را مقرر نکرده دسترسی آزاد را برای واخوری با من مهیا ساختم. چون که من باوری داشتم که طبق قوانین حربی فرمانده باید همیشه در وقتش مقرر سازد که کدام مسئله باید آموخته شود و کاری را به اجرا رساند که آن را ضرورتر می شمارد. فرماندهان حربی که به نزد عامه کم می برایند، به نظر من اکثراً بعضی کارهای مهم را صرف نظر می کنند. حالا که همه از این جنگی سخت و شدید استراحت دارد و گمانم نفس من نیز حق دارد که کمی استراحت کند. اما از بس که برای خودم تصمیم گرفتن دشوار است که چگونه باید رفتار کنم که هم برای ما و هم برای دیگران که در نسبت ایشان باید غمخواری کنیم نتیجه خوب داشته باشد، پس به من مصلحت دهید که باید چی کار کنم که آن برای شما موافق ترین باشد. کوروش چنین سخنرانی کرد. پس ارتباس که زمان خود را از خویش و تبار کوروش معرفی کرده بود برخاسته گفت: بیشک کوروش، خوب است که این صحبت را آغاز کردی، چون که من از ابتدا وقتی که تو هنوز خیلی جوان بودی میخواستم دوستت باشم، ولی چون دیدم که نسبت به من اعتنای نداری جرأت نکردم که به تو نزدیک شوم.
هنگامی که آخر الامر مجبور شده به من مراجعت کرده بودی که به مادها فرمایشی که اکثر را خبر دهم، من امیدوار شدم که اگر در این کار به تو کمکی ضروری رسانم، به شخصی نزدیکت تبدیل خواهم یافت و برایم امکان پیدا می شود که با تو هر قدر خواهم صحبت خواهم کرد. و واقعا همه کارها از جانب من چنان به اجرا رسیدند که تو مرا ستایش کردی. اما در این حال گیرکنیان اولین شده محض در لحظه ای که ما به هم پیمانها احتیاج داشتیم دوستانی ما شدند و از محبت به آنها ما ایشان را قریب بالای دستهایمان می برداشتیم. وقتی که بعد از این اردوگاه دشمن را ضبط کردیم، تو من می دانم باز هم برای با من هم صحبت شدن وقت نداشتی و من تیار بودم که برای آن تو را ببخشم. سپس گابری دوست ما شد و این باعث شادی من گشت. بعد گدت پیدا شد و الکی ذره به دست آوردن توجهی تو برایم باز هم دشوارتر گردید. اما وقتی که هم سگها و هم کدوسیها هم پیمان ما شدند، طبیعی است که برای تو خوشحال و قانع کردن آنها لازم آمد، زیرا آنها نیز در نوبت خود برای خوشنود کردنت تلاش داشتند. وقتی که ما باز به آن موضعی که هجوم ما از آنجا آغاز یافته بود برگشتیم و تو را دیدم که غرقی مرتب ساختن امور اسب و فایتونها و تجهیزات جنگی گردیده بودی و من خودم را تسکین دادم که چون از این همه کارها آزاد می شوی، برای من هم وقتی خالی پیدا خواهی کرد. اما بعد خبری دهشتناک رسید که تمام جهان به مقابل ما به جنگ برمی خیزد و من درک می نمودم که آن از همه کارها مهمتر است. اما باوری داشتم که اگر این محاربه با موفقیت انجام یابد، محض در آن لحظه برای معاشرت بین همدیگری ما وقتی کم نخواهد بود و اینک ما در جنگ بزرگ پیروزی به دست آورده سردیس و کریز را به خود مطیع کردیم. ما بابل را گرفتیم و هر چیزی را که توانستیم ضبط نمودیم. اما سوگند به نام میتره که اگر دیروز با مشتی دست راهم را نمی کشادم، هرگز تا به نزد تو نمی رسیدم. با همه این وقتی که دستم را فشردی و خواهش کردی که با تو بمانم، من برتری حسد آوری را کسب نمودم که می خواستم یک روزی پره را همراه تو به خوراک و نوشابه گذرانم. بنابراین خیلی خوب می بود که ما اشخاصی شایسته تر و سزاوارتر از دوره صحبتی تو بیشتر برخوردار باشیم. در عکس حال آمادم از نام تو بار دیگر اعلان کنم که همه آدمان از نزد تو بغیر از ما دوستان دیرینه‌ات دور شوند. کروش و بسیاری دیگران از این سخنان او خندیدند و خریسنت پارس از جا برخاسته گفت: کاملا طبیعی است کروش که در زمان گذشته طرز کشاد و آشکارای زندگی را پیشه کرده برای همه دسترس بودی و آن هم به فضل سبب‌هایی که حالا خودت ذکر کردی و هم از آن سبب که نما توجهی تو را طلب می کردیم، ما را منفعت‌های خودمان به نزد تو نزدیک کرده بودند و همه دیگران را باید با هر راه باور می کناندیم تا که بیچون و چرا آمادگیشان را برای به هم دیدن مهنت و زحمتها و هم خطرها نشان دهد. اما
حالا وقتی که تو می توانی به جانب خود نه تنها به یک وسیله بلکه به هزار نوع آن هر کسی را که برایت ضرور است مایل سازی، الکی حق داری که صاحب در و خانه خودت باشی. وگرنه از قدرت به تو چی فایده است، در حالی که اگر تو یک سری تنها از منزلی زیست که از آن مقدستر، شیرینتر و عزیزتر در جهان چیزی وجود ندارد محروم باشی. و غیر از این، به نظر تو اگر در پیش چشمان ما عمرت را در اردوگاه دوام داده و ما باشیم در خانه هایمان برجا شده، در نسبت تو موقعهای مفیدتر را اشغال نماییم، مگر باعث شرمندگی ما بوده نمی تواند؟ بعد از چنین سخنرانی خریسند، بسیاری دیگران نیز در همین روحیه موافق خطابه او حرف زدند. پس کوروش به یگان دودیلگی وارد قصر شاه شد و در همین جا گنجهای آنهایی را که از سردیس انتقال داده بودند به او سپردند. او به قصر در آمده با دستور مغان اول برای گیستی و بعد برای زیوس شاه و بعض خدایان دیگر قربانی کرد. تنها بعد اجرای این وظیفه کوروش به تنظیم آوردن کارهای دیگر مشغول شد. او از ویژگی‌های مرتبه نوی خود آگاه بود. باید آدمان زیادی را اداره کند و باید در بزرگترین شهرهای شهرتیاب زندگی می کرد، اما این شهر نسبت به او روحیه نهایت دشمنانه داشت. تمامی شهر بر ضد یک شخص قرار گرفته بود. در این باره فکر کرده به خلاصه آمد که باید با خود پاسبان داشته باشد. می دانست که آدمان مخصوصاً هنگام خوردن و نوشیدن، آب بازی، در بستر یا هنگام خواب با آسانی مورد حمله قرار می گیرند و اندیشه می کرد که در هر یکی از این حالتها به کی استناد آوردن ممکن است. باوری داشت شخصی هیچگاه وفادار بودن نمی تواند که اگر کسی را نسبت به انسانی که مورد محافظتش قرار دارد بیشتر دوست دارد. افرادی را که فرزندان، زنان دارند و با آنها در مصالحه حیات به سر میبرند و یا عاشقان را باید طبیعتاً بیش از همه در جهان دوست دارند، در حالی که خواجه سرایانی از این گونه آدمانی برایش نزدیک محروم شدند. به عقیده او باید بیشتر از جانب اشخاص مورد قدردانی قرار گیرند که مخصوصاً آنها را ثروتمند کرده می توانند، عزیز داشته و از تحقیرها محافظت نموده شرف آنها را نگاه می دارند. اما محض در عطای همین گونه نعمت، چنان که او می دانست هیچ کس به او برتری داشته نمی توانست. علاوه بر این، از بس که خواجه سرایان از جانب همه آدمان دیگر مورد نفرت قرار دارند، با علت خود همین مطلب آنها به حمایتگر خوجین نیاز دارند، چون که کسی نیست که برایش منصب و مرتبه بالاتر از خواجه سرا را تقاضا کند، به شرطی که اگر در این کار برتری در قوه آنها مانع نشود. اما اگر خواجه به خوجینش صادق باشد، پس برای او در کسب مقام و منزلت یگان چیز مانع شده نمی تواند. اما خیلی معمول را درباره ترسانچک بودن خواجه سرایان کوروش طرفداری نمی کرد. از مشاهده های حیوانات دیگر او مثلا به خلاصه آمد که اسب‌های یکرو و ستیزگر تنها از اخطب بودنشان گزیدن
و لگدزنی را بس می کنند، اما به هیچ وجه برای جنگ به حدی کمتر موافق نیستند. آنکه برزگاوها هم از اختکنی طبعی سخت سری و یک روی پیشینه خود را گم می کنند، ولی قوه و قابلیت مهنتی خود را از دست نمی دهند. آنکه نهایت سگها پس از اخته شدنشان از صاحبانشان دیگر نمی گریزند. ذره‌ای برای پاسبانی و شکار اهمیتی کمتر پیدا نمی کنند. به همین طریق آدمانی که از عشقبازی محروم شده اند تنها آرام و آسوده تر می شوند، ولی در اجرای سپارش ها ذره کم غیرت نشده در اسب سواری مهارتی کمتر نشان نمی دهند و یا در پرتاب نیزه کم مهارت شده در شهرتمندی هوسی نداشته باشند. برعکس هم در جنگ و هم در شکار رفتار آنها به طوری رد نشونده گواهی می دهد که ایشان میل و خواهش پیروزی را در قلبشان می پرورند. در خصوصی وفاداری آنها باشد، کسی در عمل صداقت صمیمیش را نشان نداده است، در حالی که خواجه سرایان آن را نه یک بار و دو بار، خصوصا در وقت مرگ خواجگان خیش به اثبات رسانیدند. هنگامی که بدبختی به سر آنها می آمد، حد اقل کسی در مقایسه با خواجه سرایان به خواجگانشان صداقت بیشتر را ظاهر نکرده است. در مورد ظاهراً سست‌شوی قوه جسمانی آنها باید گفت که در جنگ سلاح‌ها شخص ضعیف را با شخص قوی کاملاً برابر می سازد. کروش این عقیده را طرفداری نموده همه خدمتگاران خود را شروع از دربانان از بین خواجه سرایان انتخاب می کرد. اما با در نظر داشت آنکه این شماره پاسبانها در قیاس با عامه مردم دشمن ناکفایه است، او اندیشه می کرد که در گرد و اطراف قصر خود باز کدام پاسبانهای با اعتماد را گذاشته می تواند. با اطلاع درباره آنکه پارس‌ها در وطن خود مانده به علت فقر و ناداری در حالت بدبخت‌ترین هستی قرار دارند و برای آنکه زمین‌هایشان سنگلاخ بوده خودشان با مهنتی پیوسته آنها را کشت و کار می نمودند، حیاتی وزنین به سر می برند و خلاصه آمد که این آدمان با دعوت به خدمت او بی نهایت خرسند خواهند شد. اینک از بین آنها 10,000 نیزه پرتایان را جدا کرد که می بایست شب و روز در اطراف قصرهایش پاسبانی می کردند. اگر به یگان جا سفر می کرد در دو پهلویش صف آراسته راه می پیمودند. با اعتقاد درباره آنکه در تمام بابل خواه خودش در شهر باشد و خواه در دوری ها از آن باید در هر صورت پاسبانان کافی وجود داشته باشند و پس قوه های محافظان ضروری را در بابل جایگیر کرد. شما گفتار 63 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.